زینب زینب لباس های دامادیم رو پوشم میبینی؟ کدامش بهتر است نمیدونم. یا اینکه بگاه پوشم. تماما نپوش. من زنی تو شدن نمیخواهم. زینب و من هم چای ریز برفین. او صدف کو اینجا بیا. تو در صنف چندم میخوانی؟ من با مکتب نمیروم لیکن درس میدهم. تو درس میدهی؟ ها. برای چی صدف؟ مکتب شما معلم نداره؟ نه نداره. خاموش دستانا مهمان مخال نکنید. زود به درون درایید. آ ب ج چ د ا ف گ. صدف به معلم و مکتبتان چی شد؟ سلاح دارون بمب گذاشتم مکتبمون رو ترک کندن. معلم هم اینجا رو ترک کرد. دیگر هیچ کس نه اومد. من چیزی که میدونم با کودکان یاد میدهم. dünya tabir yere derdime çare derdimiz dermanı ana dolmalagası derdimiz dermanı ana خلا اپای زینب در کجایند؟ لباسایشون رو پوشونیم. اگر کمک لازم باشد گویید ما کمک میکنیم. سلامت باشه دخترها، همه چیز آماده است. زینب حاضر می آید. شما به خانه در آمده رقص بازی کنید. مرحمت، گذارید. همه چیز آماده است. دخترها عروس رو دیدن میخواهند. خدای توبه با چی شده است؟ نمیدونم ینگای گلی. سببش چی بوده است نمیدونی؟ سببش رو هم نگفت. من رو نقص میدونم. نمیگوید، هیچ چیز نمیگوید. خدای توبه، عجبا به این دختر چی شده باشد؟ ای بی دنبال کنم گویم بیچاره عیب ندارد. دختری خودت گناهگار است حمید. با خدا راست میگوید اکا. پسرم زینب رو پیدا کردید؟ نه آقای امید، در یگان جای نیست. یا خدایا و این دختر چی شده باشد؟ دیوان نمیشوم. آقای حمید شما آرام شد. من رفت زینب رو میابم. مجبوریم که جدا شدیم طاهر، مجبوریم. برای چی مجبوریم زینب؟ با من سببش رو گوی. من که بودنی تو را میدونم. تو طاهر نیستی. تو در اصل پسر زلال برات هستی. طاهر یا برات بودنم به عشقمون.
با خانه‌دار شدنم چی علاقه دارد زینب؟ یا اینکه برای برات بودنم تو هم به مثل پدرت با من دشمن شدی؟ نمیفهمی. مبادا دمی حقیقت رو داند. مبادا با هوش آمده برات بودنت رو با پدرم گوید. پدرت مرا میکشه. حالا که فرصت داری خالای زیغال رو گرفت از اینجا رو. نمیروم زینب. من نمیخواهم که تو در این دیه همونی. نمیخواهم که تو رو کشم. زینب اگر تو مرا ترک کنی هم من از این دیه نمیروم. چون که سببی در این دیه ماندنم رو تو از من خوبتر میدونی. اختیار داری زینب. مرا ترک کنی هم اینجایم، ترک نکنی هم اینجایم. آقای طاهر، آقای طاهر در کجایی؟ آقای طاهر شما میروید؟ بله. برای چی؟ اکنون وقت است. رفتنم نصیب. خواهش میکنم نروید. زینب نروید. التجا میکنم نروید. مرا تنها نگذارید. التجا میکنم. تو تنها یک راه داری دیلو. دیلو چه شد شما خوبید؟ من خوبم لیکن به فکرم شما خوب نیستید. در خوابتون بردوام گریه میکردید. بخیر است. نه آقای فؤاد مهم نیست. من باید به نزد یک بیمار روم. صاحب خانه و در میشویم برفی. انشالله یلمز. است من به تو کمک کنم؟ صدف کو اینجا بیا. بابایت به کجا میروند صدف؟ بابایم با توی میروند. مرحمت آقای داوود. خدا به تو عمری درازی دخترم. تشکر. توی در کجا است آقای داوود؟ در دهه شما پسرم. من دیر می آیم. مهمان ها به تو امانت صدف جان. مایلش بابا جان. در دهه ما توی کی باشد؟ توی بیشاگی ها. آقای حامد همه خدمتم دعوت کرد. نروم خوب نمی شود. بابا جان. جانی بابا. کتاب و دفتر نداریم. با معلم زینب گوید که با ما کتاب و دفتر فرستند. میلش دخترم میگویم میلش. خیر درم. راهی سفید آقای داوود. سلامت باش. اکا هم توی دارن یلمز. ما باشیم در این جاییم. تو زیغ نشو برفی. این رفتن نمیتوانیم چون که این خیلی خطرناک است. با توی رفتن نمیتوانیم. میدانم که تو زیغ شدی. او اکاد هست. تویش را دیدن میخوای اما کاری از دستمان نمیآید. برفی رفتنمان لازم و خیر. شما میروید؟ میرویم صدف. اکا یلمز التماس اینجا مونید با ما درس دهید. صدف من معلم نیستم.
به دانشگاه داخل شدم، لیکن متاسفانه آن را پرتافتم. هیچ گپ نه، شما از ما خوبتر میدونید. من تا صفر 2 خواندم، لیکن درس میدهم. خودم چیزی که میدونم و دیگران میآموزانم، اما شما از ما زیادتر میدونید. گوش کن صدف، باور کن من هم میخواهم، لیکن ما باید رویم. من خوندن میخواستم، معلم شدن میخواستم، بعد همون اومده درس دادن میخواستم، لیکن معلم نداریم، مکتب هم نداریم. آرزوهایم عملی نمیگردن، معلم شدن نمیتوانم. صدف، التماس گریه نکن، همش خوب میشود. باور کن، تو صاحب علم میشوی. میرویم که چه؟ سرحد پر از سربازان است. یک چند مدت اینجا میمونید. چه خیلی رفت؟ میمونید؟ تو رفتنتون با ما دست میدهه در قیومت؟ البته دست میدهم صدف، البته. طاهیر، خیلی در هیجانم. من سالهای در روز خاله زلال را دشمنی جانیمان میدونستم، اکنون باشد به خوشتمان هم میشود. راستی هیچ تصور نمیکردم. زینب، تو مرا نمیگویی؟ با اینجا آمدم و به خواست خدا عائله هم را یافتم، گویا دانسته به این ده آماده باشم. تقدیر. برای به نزد مادرم رفتن آماده ای؟ آمین. بخیر است پسرم. کرینتان را به نزدتان آوردم مادر جان. دستتون رو ببوسم. خدا رو شکر میگویم این روزها رو هم دیدم. مادر، من زینب رو برای گریه کردنتون نآوردم. اینش که شادی است پسرم. من و طاهر، یعنی ما میخوایم که شما هم در دویمون اشتراک کنید. چطور اشتراک میکنم پسرم؟ مبادا رافع یا حامد یکان چیز گویم. نمیخواهم که در توی نقشی رخ این دهد. خیلی نمیشود. شما خاله زلالم هستید. در این شب کسی به شما هیچ چیز نمیگوید. التماس مادر جان، راضی شوید. به خدا میترسم پسرم. نترسید خاله زلال، این سر بین هر سه‌مان میماند. اگر دمیر به هوش آمده حقیقت را گوید چی؟ دلا، احوالش چه خیلی است؟ فشارش معتدل است، لیکن حالا هم به خود ناآمده است. تو گریه کردی دلا؟ نه، چرا گریه کنم زینب؟ غمگین می نمایی یا اینکه بیمار شدی؟ دلا، رفته کمی استراحت کن، بعد آماده شدم به توی بیا. به فکرم تو خسته شدی. بله، کمی خسته شدم. لباسم رو عوض کردم میآیم. زیخ نشوید، زیخ نشوید. صد برگ. زمین. درخت. دریا. مادر. پدر.
به فکرم یلمز از اینجا رفتن نمیخواد. نگر چقدر خرسنده. راست میگی. با اجازه من میروم. وقتی سربازان صحت رفتم آمده شما رو میبرم. خدا نگهدار. تشکر کیچه. تخته کتاب دفتر قلم بینی یلمز من چشم با توی اکا میروم. دیوار خبرگیر نشم. خانه چشمه سرما بهار نسپوش خودت را به ترتیب درار و تو هم دخل دارد. این چه اندام است؟ چه گپ شد؟ از آنها یگان نشانه پیدا کردی؟ نه سینا کماندور، آن زن خواهینان را ندیدم میگوید. شد اکنون از پسی کارت شو. رو همه آماده است. و توی میرویم به اینها نگر. زود خودتان را به ترتیب درارید احمقا. یک بر خودتان نگرید. ایتن سلاح هم را بیار. زودتر ایتن. و بای سینا در کجای؟ زودتر بیا. آمدم. هدیه دکتر را هم آوردم سینا. و دکتر و معلمه خیلی پسند می آید. و توی می رویم. سلاحتون را گیریم. خیلی زودتر باشه. رفتیم از پسی من. اگر دیر مونیم عیب می شود. بیاید زودتر باشید. را کردیم. آقای حامید مبارک شود. مبارک شود. مرحمت آقای طاهر. خیلی زیبا شده اید اپای چشم رسد. دخترم زیبا شده است. دیلا چرا نشسته ای دخترم؟ خیز همراه با توی می رویم. خوبا جون من نروم. میدونم ذکر شده که توهیر خانه دار می شود همین طور. آزادانه گپ زنید آقای فؤاد نیستند. مگر او بیمار نبود؟ با کجا رفت؟ با فکرم به دیهاشون رفتند. آه دیلا آه، باز با او چی گفتی که رفت؟ خیر بیا آماده شو با توی می رویم. بیا می رویم دخترم. مال پیدا همه تقسیم کن. بخش کنه دوری دیگر کن. مبارک آقای حامد. خرسن کنید عروس داماد می آید. یک خرسن کنید نایید داخل. خرسن کنید یک خرسن کنید داخل. موت براشر هست کنید خرسن کنید. مگر شما فرن ندارید یک خرسن کنید برای عروس داماد. خرسن کنید خرسن فرانیچم. بله بارک الله. برای نکاح به ما مراجعت نمودید. با رازیگی یکدیگر عائله برپا کردن می‌خواهید. این را بار دیگر در نزد شاهدها باید تکرار کنید.
دختر حمید زینب سورال با پسر مصطفی طاهر نوفی خانه‌دار شدن می‌خواهید؟ بله. شما پسر مصطفی طاهر نوفی با دختر حمید زینب سورال خانه‌دار شدن می‌خواهید؟ بله. شما شاهدی میگید؟ بله. من باشم مطابق قانون جشن و مراسم ها شما را زن و شوهر اعلام میکنم. مرحمت امضا گذارید. مرحمت. شما هم شاهد ها میگید؟ من هم همچه شاهد امضا گذارم. شه باز شما نیز شما را نوازنده ها نوازه رد کنید. مبارک شود آقای حامد. مبارک شود آقای حامد. مبارک شود. چرا خبر نداده رفته؟ بده همون رفته بودم. زود برمیگردم گفته خبر ندادم. سلامتیت شما نموید. سلامت باشید خاله. با شما صحبت کردن میخواهم دیگر. با من میایید التماس. شما رو گوش میکنم. این انگشتری رو بیبی رحمتی هم داده بودند. وقتی انگشتری رو دادن گفتن که اینو با دختری دوست داشته دی. دیلا با من خانه‌دار شدن میخواهید؟ از من نرنجید و باید من رو ببخشید. چی شد دیلو؟ فؤاد به کجا رفت؟ رفت. مبارک شود زینب. مبارک شود. انا نگاه کن با آخری راه رسیدی دیلو. تشکر. مبارک شود. مبارک شود. با این عشقی در قلبم بوده مردم میخواهی یا این که خاندار شده صاحب فرزند شدن میخواهی؟ تشکر. زود رفته فؤاد را برگردان. رو خدا جان نمیدونم. تشکر. چی کار کردنم رو نمیدونم. یا این طرف نمیشود دخترم. تشکر عبدو. همه چیز عیان است. این مز هم همین را میخواست. دختر از سکوت نمودنت معلوم است که تو هم او را میخواهی. زود رفته او را برگردان. راضیم بود. فؤاد را ناامید نکن. رو آقای رافع به شما مبارک شود. مبارک آقای طاهر. به شما هم آقای حامد مبارک شود. مبارک شود. پرفین تو در اینجا چیکار میکنی؟ رقص کنه. با تماشای تو یکم آمدم. فیلم است کجاست پرفین؟ تنها آمدم مادر. او خبر ندارد. تو دیوانه شده. به خدا دیوانه شده.
مرحمت. مبارک شود مبارک شود. چینه آقای فؤاد. دیا؟ وای من از شما نمیدونم چه گویم. با من کمی مهلت دهید آقای فؤاد. البته فکر کنید خانم دیا. جشن مراسم دکا خیلی خوشرو شده. زینب هم دختری خوشبخت بوده. مبارک شود دکا. تشکر خواهرکم. من هم از آمدنت خوشحال شدم، لیکن این کارات خطرناک است. هیچ گپ نه، خواطر نشوید دکا جون. با تماشای تویتون آمدم، نخود که با توی اکا جونم نآیم. یلماس نآمد؟ به یلماس هم نگفته آمده است. برفین خوش آمدید. مبارک شود زینب. تشکر خواهرکم. نیست دستی انگفت رو ببوس. چی شما همه دونه؟ آقای حمید خبری خوش. دمیر به هوش آمد آقای حمید. به خدا دمیر به خود آمد. حتی آب خواست. خاموش دخترم کسی نفهمد. تمام خوش خبر، دمیر به هوش آمده است. او در حقیقت به خود آمد. به خدا آمد. حتی آب خواست. خدایا شکر. سینان این چی بیادابی؟ خانه‌دار شدید؟ بله سینان. خب بخیر است سینان. برای چی آمدید؟ ما را نرنجانید آقای حمید. برای دیدن داماد و عروس آمدیم. نیتمون بد نیست. برای تبریک آمدیم. تو برای تبریک کردن آمدی سینان؟ تو مرا کی گمان کردی دکتر؟ من عرف و عادتمان رو خیلی خوب میدانم. ایتین کنی هدیه همون را برای داماد دمیر به خود آمده است. بیا رفت کنی گیر دکتر. بین برای نوخانه‌داران قرآن کریم آوردم. این هدیه همون است. ای داماد حتی با ما تشکر هم نمیگویی ها؟ تشکر سینان. خوب خانم معلمه تو برای چی چیزی نمیگویی؟ ای سینان حاجت رو دادی. ما نکنم ما توی مرا دوام دهیم. رفتیم پسرم دمیر را بینیم. این چه سراسه مگیست آقای حمید؟ ما به خاطر شما از راهی دور آمدیم شما باشید. ما را حتی خوش آمدید نمیگویید. خیر میلش، خداوند به شما بختی سفید دهد. ای نوازنده ها کنی نوازید. این چه توی است؟ کنی تبلکت را زن. ای آفرین. شاد باشید ایتین را رفتیم. یا داماد رفتیم دمیر را ببینیم. زود جایی برات را با ما بگوید. رفتیم پسرم رفتیم. بیا پسرم. برای چی این کار رو کردی سینان؟
چرا به آنها قرآن هدیه کردی؟ دراز نکنه که این فرمان از بالا است. از این پس همین طور خودمان را نشان میدهیم. کنی راه گرد رفتیم. قریب تو رو میدیدم بلکه وقتی که این خویی رو در دیهم تو در اینجا چکار میکنی؟ با حکم خیلی خوش میکردن. دور نکن، آدمان شبه میکنن. کنی دخترم به نزد شوهرت رو مادر جان، این ساعتی پدرت است. این رو با حکم دهید. این هدیه من. مایلش دختر اکنون رو یعنی به هوش آمده است؟ گپ زد؟ گپ زد، اما کی بودنش را نگفت. ای مالش بیا حاضر کی بودنی برات را میفهمیم. بیا دمیر پیشرم. دمیر بیا پیشرم. و این شده باشد آخر به هوش آمده بود. دمیر خودش از جایش خیست. دمیر به خدا من ندیدم، شاید خودش خیسته باشه. دمیر باید از جایش نمیخیست. آخر برای چی پسرم؟ برای چی؟ در چنین احوال اگر حرکت کند فشار خونش بلند میشود. اگر فشارش بلند شود با مینه سرش تاثیر میکند. خدایا او را نگه دار. زنده میماند. از برای خدا گوی که نجات مییابد، گوی که صحت میشود پسرم. او را زود به نقطه طبی میلش بیا میبرید. کنید. Yılmaz? Olmuş. آرفین تو منو دیوانه کردن میخوایی؟ ها؟ دیگر از من پنهان یگان کار نکن. بیا من یک طبیب را در دهه همسایه میدانم. با خدا چندین کسان را صحت کرده است. او زنی با تجربه است. اگر خواهید من سراغش را دهم به نزد او روید. یکم گپی خوب گوی پسرم. چه خیلی که تخمین کرده بودم فشار خونش بلند شده است، احوالش وزنین است. یعنی احوالش وزنین است ها؟ متاسفانه همین طور است. واه اکنون من چی کار میکنم؟ تو چی کار کردنی طاهر؟ باید روی هرچند مدت در اینجا تبابت کنم، دیگر چاره نیست. این دفعه او کی به خود می آید؟ کی بودنی برات را میگوید؟ باز چقدر به هوش میخوابد؟ نمیدونم، شاید زود به هوش آید، شاید یک باری دیگر به هوش آید. تنها دو کلمه گپ را گوید بس. خدا شفا دهد. دمیر طاقت کن پسرم. به خدا همه امیدی من تویی. دمیر تو نباید بمیری. آخر چندین سال می شود که من همین کلمه را انتظارم. نمرد پسرم. به من کی بودنی برات را گوی. به هوش بیا پسرم. چشمانت را کشا دمیر، کشا پسرم. به من کی بودنی برات را گوی پسرم، گوی. بیاد آقایان بیاد رفتیم. پدر جان التماس این دور نکنید. کوزه صبرم لبریز شد. چهره بلالم از پیش چشمم دور نمی شود.
من قسم خوردم همین که دمیر به هوش آمد این دعوا به آخر میرسد. خونی پسرم در زمین نمیماند. در اینجا بیهوده نیستیم. اگر یگان بهبودی شود طاهر به ما خبر میدهد. بله زینب راست میگوید. دکتر را به حالش گذارید. بیاید رفتم گذار کنیست با زلال از این حالی دمیر خورسان شدی ها؟ خیر تو خاموش گشتن گیر. جایی برات را میدونی اما نمیگویی، اما دمیر صحت میشود. آن وقت پسرت را میابم. دعوای خونین در گذشته ماند، اکنون این را فراموش کن. زلال من فراموش نمیکنم زلال. تا وقتی که من زندم این دعوا را فراموش نمیکنم. پدر جان رفتیم. التماس رفتیم پدر جان. بله شما رفتن گرید. روید رفتیم. آی برادر اینجا بیا. همان طبیب زنی گفتد در کجا هستند؟ او به دمیر کمک کرده میتوانسته باشد. اون زن در دهه ارپیشین است. براستی یک چند بیمارانی مثل دمیر رو تبابت کرد. کمی آب داد بعد 2 ساعت آنها به پو خستند. اگر گوید که دکتر لازم است به نزد دکتر میروه. گوش کن تو حاضر مرا به نزد همان طبیب زن میبری. چیزی که خواهی میدیم. دمیر حالا هم بیهوش است پسرم؟ بله. این رو خواهرت داد. این هدیه تویانه از اوست، در آنجا داده نتوانیست. از پدرت مانده بود، در دستی برفین بوده است. کمی کهنه است اما برای سرپناه می شود. نرنجید، در ده دیگر حولی نیست. اگر می بود. استغفرالله عمک جان، البته نمی رنجیم. اینجا برای ما بسیار هم خوب است. به این هم چقدر ماندنمون معلوم نیست. کاش همیشه در همینجا مانید. خیر من رفته چیزهای لازمه رو می آورم. خیر سلامت باشید. تا بازدید. تشکر عمک جان. تشکر. یلماز بیا رفتیم خونه را تماشا کنیم. نمیخواهم برفین، بعد میبینم. چرا این طور میکنی؟ حالا همه رو نبخشیدی. یلماز یگون چیز گوی خیر. برفین به توی رفتنت خطای کلانی بود. در ده خواهر و دادری من هم هستند. دیلا و عمر را من هم پزمان شدم، اما فکری تو را کرده جانم را در خطر گذاشتن نخواستم. راست میگویی، اما تو با ایلت همیشه یک جا بودی. من باشم بعد اینقدر سالها اکم رو یافتم. روزی که او رو دیدم باری دیگر از هم جدا شدیم. یلماز چی کار کنم؟ آخر او اکم است. بعد از اپم را از دست دادن خداوند به من اکم را برگرداند. میترسم که او را نیز به سری ندیده از دست میدهم. خیر شد برفین، این طور نگوی. میدونی آخر سینان و صبا از پسمان هستم. من برای همین خواطر شدم، میفهمی؟ قدم اولینمان را گذاشتیم، به دختر قرآن هدیه کردیم. خوب اکنون میخواهم که در دیه درس قرآن را تشکیل کنید. آخر ما برای این مردم را از دینشان دور کردن چقدر زحمت کشیدیم،
اکنون برای چی درس قرآن تشکیل کنیم؟ همین که شما درس قرآن را تشکیل کردید مکتب را با طلبگانش بهتر کنیم. والدانی شهیدان این کار را کاری دولت حساب میکنند. شما باشید ترغیبات ضد دولتتان را با آسانی پیش میبرید. با این را دولت را دشمن دین و مردم اعلان کرده با آسانی موفق میشوید. در این حالت به شما بیشتر باور میکنند. اکنون فهمیدم. با این کار به آخر نمیرسد. گوش کنید، بعد از این به چشم مردم خود را دیندار نشان داده بعضا به مسجد رفته با آنها نماز میخوانید. خوب شده سردارم، هرچی شما خواهید. فکری آل جناب به من پسند آمد. خلا اگر دمیر به گپ ندارد دشمن خونیم را یافتن نمیتوانم. تنها اون میداند خلا. از برای خدا او را صحت کنید. به خدا هر چی میخواهید میدیم. اگر او به گپ درآید هر چی خواهید میدیم. میلش دادرم. این آب را به بیمارتان نشانید. اگر بعدی 2 ساعت به هوش نماید بیایی و برای من توف کن. تشکر خلا، تشکر. هر چی خواهید میکنم. فقط او به هوش بیاید. بس به هوش بیاید. به من 2 کلمه گپ را گوید. دیگر چیزی لازم نیست. خواهشی من همین است. پسرم، حامد 2 پا در یک موزت رو یافتن میخواهد. این کار به خوبی نمی انجامد. حالا که دیر نشده است زینب رو گرفته و شهر. مادر جان، من این دیه رو ترک کردن نمیخواهم. مادرت راست میگویم طاهر. پدرم رو دیدی میکشم میگوید و بس. مبادا دمیر به هوش آمده برات بودنت رو گوید چی؟ نترسید، ما نمیدونیم که دمیر از چی خبر دارد. کنی ببینیم در حقیقت برات بودنم رو میداند یا نه. اگر دمیر داند چیکار میکنی؟ با کجا میگریزی؟ آقای طاهر، دیلا اومد. آقای طاهر، آقای طاهر. چی واقع دیلا؟ به فکرم دمیر به هوش آمده ایستاده است. گپ زد؟ نه گپ نزده است، لیکن به هوش آمد. زورو درآمد؟ بله. بیایید ما هم رویم خالای زلال. رفتیم. دمیر چشمانت را کشو. یگون چیز گفت؟ نه حالا هم بیهوش است. دیلا دارو رو آماده کن. خوب شد است آقای طاهر. زهرا تو با بیرون برای چی؟ در اینجا ایستادنت خوب نیست. زهرا بیا ما برایم. رفتیم. شو دیلا، من خودم میکنم. اول این دارو رو گذرانم. گفتم که دیلا من خودم میکنم. تو از پسی کارت شو. تو برات هستی. به خدا تو را میشناسد. اکنون چیکار میکنیم؟ چیکار میکنیم؟ نمیدونم زینب، نمیدونم. اینجا بیا. دمیر به هوش آمد؟ یگان چیز گفت؟ متاسفانه نه آقای حامد، حالا هم خوب است. گوش کن،
این دارو رو پنهانی به دمیر منوشانی، اما نباید کسی بیند. فهمیدی؟ فهمیدم. تا تمام شدن دارو در نزد شوهرت میایستی. معلوم است که داروهای طاهر به او فایده رساندن نمیتوانند. من این دارو رو خودم رفته آوردم. اگر شوهرت نوشد صحت میشود. میلش آقای حامد، تشکر. خدا از شما راضی باشه. نوشان رو زودتر رو، شفا مییابد و من هم زودتر برات رو مییابم. انشالله مییابم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. آقای دکتر، خدا قبول کند. ها سینان، خدا کم میزنی. یکن یک طرف نیست. بیا برادران، یک دقیقه. سینان یک فکری خیلی دارد، بیایید گوش کنیم. گفتنی هایش خیلی مهمند. گبزن سینان، گبزن. برادران، من این جوان را از اربیل آوردم. قاری قرآن است و باز ملا هم هست. خط کرده این مدرسه است. آدمی با عقل است. انا بینید حتی مرا برادر آورد. من به شما پیشنهاد دارم که فرزندانتان را به خانه ملا خسرو برای سبق گرفتن فرستید. چی میگوید برادران؟ از این هم کاری خوبتر و بهتره مگر هست؟ بله، من به خدا پسرم رو میفرستم. بعد از رفتن بابا فرزندانمان از قرآن دور موندن. خیر، شما راضیه؟ خیر، مادامی که همتان راضی باشید از همین روز درس را آغاز کنید. خدا همه‌شان را قاری قرآن کند. با خدا ما را در حیرت گذاشته سینان. ما تو را آدمی به ایمان میدانستیم. با فکرم گناهایت را میبخشیم. فکر نشوید آقای رافع، حالا خدمت‌های ما در پیش است. خاطرتان را جمع کنید. رفتیم. زودتر روید. کنی زودتر به همه این خبری خوش را رسونید. به همه خبر رسونید. کنی بچه ها؟ رسونید این خبر را رسونید. سینان، خیزمان رو به من برمیگردونی. سینان، دخترم رو برمیگردونی. گفتم که برمیگردانم. ایتن شباز، از اطراف جایی قرآن خانی دورگر بسیار با آنها رابطه نکن. این دفعه با فایده خودت است، وگرنه تیتو پیت میشوی. ایتن رفتیم. تیتو پیت شهباز. پدرت حالا هم در اینجاست؟ به خانه رفتند. پسرم پیش چشمانی حمید رو خون گرفته است. یک روی نکرده از اینجا رفت. بیا طاهر، پیش از فهمیدنی پدرم از اینجا رویم. زینب، ما خانه دار شدیم. نکنم پدرم حساب می شود. باور نمیکنم که مرا کشتم. تو دعوای خونی را نمیدونی پسرم. طاهر، پدرم اگر نخواهند هم مجبورند که تو رو کشند. میخوام اول با خودشون صحبت کنم. کنی گوی دمیر به هوش آمد، گپ زد؟ متاسفانه نه. یافتنی برات خیلی مهم است. مهم است پسرم، خیلی مهم است.
من اعضای اویلاتون شدم. اکنون شما را پدر میگویم. منم فرزند این اویله به شما میروم. پدر اگر برادر یافته کشید میدونی چی میشود؟ شما رو حبس میکنند. زینب ولی باشه تنها میماند. خودتون میدونید که زینب بیمار است. اگر با او یگان واقعه روی دهد چی؟ شاید وقتی آن رسیده است که با چنین کارها خاتمه دهیم. مگر به خاطر فرزندانی در حیات بوده‌تون از این کارها دست کشیدن نمیتوانید؟ دست کشم، فراموش کنم؟ نه بین، این عکس رو بین، این بیلال من است. پسرم سالهاست که عکسش رو نگاه کردن نمیتوانم. باید قاتلی تو هم بمیرد پسرم. اگر این برات نفری از نزدیکانتان یا اینکه از دوستانتان باشه چی؟ برای من که بودنش مهم نیست. مهمش دشمنی خونی من بودنش است. اگر فرزندی پدرم هم باشد با او رحم نکرده میکشم. اگر فهمد مرا میکشد. آقا سلیمان، آقا سلیمان، باید این کارو نمیکرده. باید این کارو نمیکرده. صبر کن بلال، من چیکار کردم؟ این کاری ناموس است. خودتو نقض میدونی. گوش کن پسرم بلال. بلال نکن بیا. شما با مادری من عاشق شدید به ناموس. ساقم این را به تو کی گفت؟ دروغ است، دروغ، تهمت کردند. شما رو میکشم، ناموسمون رو پاک میکنم. گوش کن بلال، همش دروغ است. کمک کنید امک جون، من رو نجات دهید. بیشرف کودک رو کشتی. مردن نمیخوام، نجات دهید امک جون، من رو نجات دهید.
پیش چشمانش رو خون گرفته است. از یک رویش نمیماند. با خدا با کسی گوش نمی کند. او از فکرش نمی گردد. فقط می خواهد حسابش رو برابر کند. این آدم به سرم بلا شد. همه این مبلغی گفتت رو آورده نتوانستم. در توی صرفمان زیاد شد. اکنون به پول احتیاجی نمانده است آقای رافع. زنم مرد. من دخترتان را میخوام. تو چه ها میگوی ابله؟ تو خودت میدانی که چه گفته استاده ای؟ ایستید آقای رافع، ایستید. بهوده آتشین نشوید. اگر گفتم را اجرا نکنید من به همه چطور مردن پسرش را میگویم. من گوش کنی ها، پول طلب کردی دادم، اما این خواهشت را اجرا کرده نمیتوانم. خب این طور باشد حامد میفهمد. ایستا من کمی فکر کنم. لیکن مرا زیاد منتظر نکنه. یک دقیقه. چی شد سمی جون؟ چرا گریه میکنی؟ همه به درس قرآن میروند اما من رفته نمیتوانم. برای چی؟ چون که من قرآن ندارم. خدایا توبه، من دارم و به تو میدیم. تشکر. گریه نکن پسرکم، علاجش رو مییابیم. آمدیدی. تشکر معلمه، من به شما پس میگردونم. شما حق بر آمدید. بغیر از ده رفتن دیگر چاره‌ای نداریم زینب. راه درستی کار همین است پسرم. با پدر چی میگویی زینب؟ بیماریم رو بهانه میکنم. دمیر چی؟ با او چی میشود؟ فکری را نکن پسرم، خودت رو نجات ده. این ده و مردمی به دکتر احتیاجمند رو چطور ترک کرده میروم نمیدونم. گوش کن دیلو، تو هم خسته شدی، رو کمی استراحت کن. خدایا توبه، عمر را فراموش کردم. بیچاره شاید گرسنه مانده است. اگر آقای طاهر آیند گوی که به خانه رفت. میلش میگویم دیلو. دمیر نوش. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في دادرکم، اپک بوست رو گرسنه گذاشته است. من الکی خودم اپا جان. آفرین دادرکم. من اینجا رو خوندن نتوانستم اپا جان. هم و ازواجهم فی ظلال علی الارائک متکئون. کاش که بابایم میبودن، من هم مثل شما خونده میتوانستم. کاش عمر جان، کاش. عمر چی شده است بچه ها؟ بده هم منقوری قرآن آمده است. اپای دیلو درس قرآن میاموزانده است. درس قرآن؟ ها بله، پدرم گفتن امروز سر می شود. ما به آنجا می رویم، تو هم بیا عمر. رفتیم. من هم روم اپا؟ البته رفت عمر جان. رفتیم بیا عمر، رفتیم. ها انا آن خانه‌ای که در نزدش دو آدم ایستاده است میبینی؟ انا در همون جا جمع میشوند.
خانه ملا خسرو است. آنها را خودت میشناسی؟ میشناسم سردارم. در اونجا برای نقشه های نوشان جمع می شود. اگر تو پیش راهشان را نگیری خائن های وطن زیادتر می شوند. فهمیدم سردارم. علیکم السلام. مرحمت پدر. من این دخترم را چطور به اون بی‌ناموس می‌دهم؟ چی شد به شما پدر جان؟ هیچ چیز دخترم. حالتون خوب نمی‌نماید یا اینکه بیمار شده اید؟ نه خوبم دخترم، خوب. خوش آمده دپای زینب. خوش باشه آیشه. پدرم در همین جویند؟ ها در همین جویند. گذارید. پدر بیا شین دخترم شین. سلاحتون رو یک طرف نمیگذارید. خدایا تو هم برای نصیحت من آمدی؟ نه پدر، ما با طاهر مصلحت کردیم که به شهر می رویم. به شهر می روید؟ بله پدر. برای چی به شهر می روید؟ برای تشخیص من. مگر تو صحت نشده ای؟ میدونید خودم رو انقدر خوب حس نمی کنم. باید به بیمار خونه روم. چرا پیشتر به من نگفتی؟ خیز به شهر می روید. صبر کنید پدر، آنقدر مهم نیست. تنها برای تشخیص می رویم. میلش خوب. کی به سفر می بروید؟ شما شوخی می کنید؟ این فکر از کجا به سرتان اومد آقای طاهر؟ گپ درباره سلامتی زینب می رود دیلا. اما سلامتیش خوب است آقای طاهر. بعد این بیمار چی می شود؟ او رو پرتوفته رفته نمی توانید. من چیزهای برایش ضروری رو نوشتم دیلا. یعنی شما در حقیقت رفتنید؟ کی؟ خودی همین روز. همین روز؟ خانه به شما امانت ینگه جان. خواطر نشو دخترم. از دمیر خواطر نشوید. به نزدیک سیاد می شود. دیلا طرزی طبابتی را می داند پدر. به خدا من از شما خواطر می شوم. اگر شود من هم علی رو گرفته می روم. شما در ده همونید پدر جان. شاید برات رو می یابید. حقتان رو حلال کنید. در پناه خدا دیلا جان. خیر پسرم، خدا نگهبانتان بود. تو را پزمان می شوم. من هم زینب. خیر خدا حافظ. خدا حافظ. خیر دخترم رو عزت. سلامت باشی دخترم، سلامت باشی. تشکر خدا نگهبانت. خیر خدا نگهبانتان بود دخترم. من شما رو تو پس تیپه گسل میکنم. ما اول به نزدیک خانه زلال میدرویم. من هیچ نمیفهمم چرا تو با این زن اینقدر مهر بسته ای؟
چون که نیکی‌های زیاد کرده است. خدا حافظ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کنی تو بیا الذين شنو خان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين آفرین وقت خیر و خوشم رسید. بله مادر جان. مادر جان مادر جان گریه نکنید. به این هم جدای مشکل است، خیلی مشکل. بیدارم من بی تو چی کار میکنم؟ زینب کیلینا خدا من خونتون رو آباد کنم، از بلا شما رو نگاه دارد. راحتان سفید دروید باشه دروید. شما تکرار کردن گیرد من میآیم. الذين يؤمنون بالغيب خدایا این صدای چی بود؟ مثل که بمب ترکید. در حقیقت بمب ترکید. تب خاطر خودکی نبجه یادینه تب خاطر خودکی نبجه یادینه رندامن گرامن چند سال البنداتم ولی چند سال البنداتم رندامن گرامن چند سال البنداتم ولی چند سال البنداتم
آقای دکتر بدان ما راست آقای دکتر چی واقع شد الله؟ خانه مولا خسرو رو ترک کردند. کودکان دیگه برای درس قرآن به آنجا رفته بودند. همه‌شون در درونند. آقای دکتر تو چی ها میگویی الله؟ بیا رفتیم زودتر. رفتیم آقای دکتر. Уредек, исто, доктор! Даром, пішли до нас! Істо! Даром, доктор, даром! Худо! Abdullah, Abdullah. زنهای دلگیر کننده را به سرودهای نو عوض نمید. یارکم وفا ندارم آچا جان او حال کم بغل من میدونم هر چی باشه تو خیرش مالی منی ای دادری مسافرم تو بر وطن بیا سعدی داریه در برکوز بنده عزیزی من بیا آخر کجایی آوازی تو زبا جانمه و دردی عشقی من درمانیانه آلبوم نخستین قربانی امینجان با نام عجایب چوپان بچه آلبوم جدید ترانه‌های خیلی زیبا عاشقانه دلنشین و روح نواز موقع اصل در استودیوی سیما روی نزدیک از نقطه‌های فروش دسترس کنید. عمرم از نظری من گلی شما سحری من پیراهی تقدیر فیلم سال 2012 در مرکز پرودیوسری سیما پروداکشن از ترکی به تاجیکی ترجمه شد.